سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینان کانال حق تجی. اولا شما را تشکر زیاد میکنم که نوارهای ما را پیگیری میکنید. تشکر زیاد به همه شما تماشابینان شبکه یوتیوب حق تجی بار دیگر. و من یک چند نکته را باید سیاست ذکر کردنی هستم. یعنی چرا امروز ما به سیاست دست نمیزنیم. و ببینید دوستای عزیز، سال 2007 این جانب، یعنی که این رژیم رحمانوف سال 2007 قانون تنظیم عمله و جشن مراسم ها را بالای ما جاری کرد. گویا که بهبودی به مردم شریف تاجیکستان میشه. اما متاسفانه است طول 12 سال شد که ما یگان بهبودی را غیر کمبودی دیگر ندیده هستیم. و ما با طریق قلم باشد، چی با طریق صدا باشد، چی با طریق ایما باشد، چی با کم طریقه باشد، ما با مردم خطاب کردیم که این رژیم امروزه رحمانوف شما را فند و فریب دارد. و نفرهای بدن در این جمعه گفتن که ما با سیاست کار نداریم و یعنی بی‌طرفی میکردن. و امروز این سیاست رژیم رحمانوف با خانه های آنها در آمد. یعنی که سالهای پیش ما میگفتیم که این مردم امروز 100 تومان میگیرن، فردا ریش تومان میگیرن، پس فردا یک کاری دیگر تو میکنن. مردم یعنی در پاسخ در جواب میگفتن که ما با سیاست کاری نداریم. و اون نفرای گفتن که ما با سیاست کاری نداریم. و امروز این سیاست داخل خانه های هر یک مردم تاجیک و تاجیکستانی در آمد. ببینید دوستای عزیز، امروز سیاستی پلید رژیم رحمانوف چیکار کرد؟ در آمد در خانه های هر یک مردم شریف تاجیکستان. یعنی چی؟ بعضا برای سطر یا برای هیچ میگفتن. امروز این رژیم در آمد و خانه های ما، یعنی که باز هم خانه های ما را غارت میکنن. سال گذشته برای سیم کارت قیمت کردن این سیم کارت یک کمتر میخواستن که سیم کارت تلفن رو قیمت کنن. مردم واکنش دادن، خفا پرداختن. چون قیمت کردن رو خفا پرداختن، اینترنت رو قیمت کردن. مردم واکنش کمتر چی کردن؟ واکنش نشان دادن و این را قطع کردن. و امروز برای خاطر جلب خودشان مجبور شدن که شناسنامه های ما و شما را از سرکه عوض کنن. برای خاطر چی؟ برای خاطر که سیم کارت بخرن و اینترنت و دیگر چیزها را استفاده برن. و امروز روز تا روز امروز انداز ما بلند کرده است، وای برق ما بلند کرده است، او با دیگر همین روز تا همین روز مردم طول 12 سال شد از سالی که تنظیم عمله و جشن مراسم ها اینها قانون قبول کردن و تا امروز بالای این سرزمین تاجیکستانی ظلم دارن. فرقی ندارد او از کدام ملتی است یا از کدام نفری است. و ظلم بالای اون نفر هم هست. او نفری که خود با قول خودشو اسلامی باشد یا که دموکرات ها باشد، کسی باشد نباشد، امروز به خانه های او این رژیم رحمانوف در آمده است. و نفرهایی که تا امروز بی‌طرفی میکرده، من میخواستید که ما داخل سیاست شیم و واکنشان میکردید، یعنی بی‌طرفی میکرده. و مطمئن باشه که امروز نه فردا این رژیم رحمانوف علاقه به خانه های شما میدهد. و باقی در امان خدا باشید. تماشابینان کانال حق تجی، تشکر زیاد به دقتتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.